جنجال نرم افزار جاسوسی پگاسوس که بعد تلفن‌های مبیلی راه یافته است از تابستان امسال ادامه دارد. هر دفعه متخصصان نام آدمانی را آشکار می‌کنند که خدمات مخصوص از پس آنها جاسوسی کردند. اگر در آغاز نام منصبدارانی بلندپایه، حامی حقوق و روزنامه‌نگاران اعلان شد، حالا نام فعالان مدنی هم رو زده است. عزت ابیلسیت یکی از آنهاست. دانشجوی سال دوم دانشگاه طبی از شنیدن این خبر تعجب نکرد. میگوید بار اول نیست که برای فعالیتش زیر نظارت قرار گرفته است. Тебе приходится с этим мириться, хоть это и несправедливо, но ты не можешь больше. این عادلانه نیست، اما شما هیچ کار کرده نمیتوانید و باید طاقت کنید، زیرا سیستم چنین است. حالا این برعکس انگیزه میدهد که نیرو بگیرم، زیرا عمل ما قانونی است. ما هیچ چیز را پایمال نمیکنیم. حکومتداران دوست نمیدارند و من از عقیده خود دست کشیدنی نیستم. برای حقوق خود و حقوق مردم قزاقستان مبارزه را ادامه میدهم. Я буду дальше бороться за свои права, за права казахстанцев. نام دیگر در روی خط دیمش الجانوف است. سیاستشناس و نماینده جنبش آیان قزاقستان میگوید از دیر باز پی میبرد که از پسش جاسوسی میکنند. شبههایش بعد یک اعلان شرکت اپل تصدیق شد. شرکت گفته است که تلفن او شاید توسط پگاسوس نظارت شده باشد. در این حالت نه تنها فعالان سیاسی و یا مخالفین آسیب پذیرند. در این رویخط در اول رئیس جمهوری فعلی و هم شماری از افراد شامل بودند که با مقام‌های بلندپایه قزاقستان ارتباط دارند. من فکر میکنم که این برای تمام جامعه خطر ایجاد میکند. آدمان معلومات شخصی خود را محافظت کردن نمیتوانند. با گفته متخصصان خارجی در مجموع در روی خط قزاقستانی پگاسوس بیش از 2000 نام از جمله نام پرزیدنت قاسم جمعت توقایف، سروزیر اسکر مامین و شهردار الماتا باقیجان ساگینتویف جای دارد. بسیاری از نامها تا حال معلوم نیست. عین زمان عفو بین الملل مقامات قزاقستان را به جاسوسی متهم کرده خواسته است که حقوق شهروندان خود را پایمال نکند. این قضیه بار دیگر ثابت میکند که حکومت‌ها در سراسر جهان نرم افزار جاسوسی را انتخاب میکنند. هدف آنها خاموش کردن فعالان جامعه و پخش نمودن مخالفان است. کشورهای سراسر جهان باید فوراً به صادرات، فروش و استفاده تجهیزات نظارتی الکترونی مراتوری جاری کنند تا آن دمی که چهارچوبه معیاری عمومی مطابق به حقوق انسان عملی شود. مقامات قزاقستان جنجال جاسوسی با نرم افزار پگاسوس را شرح نمیدهند. تابستان امسال خدمات مطبوعات حکومت گفت مسئله را بررسی دارند، ولی تا حال چیزی دقیق نگفتند. جالب آن است که تهیه‌گران پگاسوس میگویند در قزاقستان مقامات فرمایشگری جاسوسی بودند، در حالی که در دولت‌های دیگر احتمالاً خدمات مخفی کشورهای رقیب سیاستمداران را جاسوسی میکردند.